سلام دوستان، خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوایم خیلی ساده بررسی کنیم که نقره چرا بالا رفت و چه عواملی باعث رشد قیمت نقره شده. اولین دلیل افزایش تورم در جهان است. وقتی تورم بالا می رود، ارزش پولها کم می شود و سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن می گردند. نقره مثل طلا یکی از دارایی هایی است که در زمان تورم مورد توجه قرار می گیرد. دلیل دوم ضعیف شدن دلار آمریکاست. قیمت نقره به دلار محاسبه می شود. وقتی دلار ضعیف می شود، خرید نقره برای سرمایه گذاران ارزانتر می شود و تقاضا بالا می رود. افزایش تقاضا هم یعنی افزایش قیمت. دلیل سوم افزایش استفاده صنعتی از نقره است. نقره فقط یک فلز سرمایه گذاری نیست. در صنایعی مثل پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی و پزشکی نقره کاربرد زیادی دارد. با رشد تکنولوژی و انرژی‌های پاک، مصرف نقره هم بیشتر شده است. دلیل چهارم نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی است. وقتی بازارهای مالی نوسان دارند یا تنش‌های سیاسی زیاد می‌شود، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مثل طلا و نقره پناه می‌برند. این موضوع باعث رشد قیمت نقره می‌شود. دلیل پنجم کاهش عرضه نقره است. استخراج نقره به راحتی قابل افزایش نیست و در بعضی کشورها تولید کمتر شده. جمع‌بندی: قیمت نقره به دلیل ترکیبی از تورم، ضعف دلار، افزایش مصرف صنعتی، نااطمینانی‌های اقتصادی و محدود بودن عرضه افزایش پیدا کرده است. نقره هم یک فلز صنعتی است و هم یک دارایی امن و همین باعث می‌شود در شرایط خاص رشد قیمتی داشته باشد. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری درباره طلا، نقره، بازارهای مالی و کریپتو ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو کامنت بذارید. این ویدیو فقط برای آموزش و افزایش آگاهی تهیه شده و هیچ گونه توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی شود.